گل با شما همین گل گیره وای جونم این سوال کو دل و جگری من خورد راستیش تو بفهمم که در حقیقت محپیکر یارو و شوهری ترک کرده بود یا اینکه اوزری لوباف نگفتم موریا. پس از این خانم محپیکر دیگر شوهر نکرده محبتی با شوهری ترک داشتنش رو در دلش کشته است. فرقش چی به شما که شوهری من کی است؟ آخر به شما چی و کی بودنش چی اهمیت داشته باشه؟ شرکت همسفر همیشه برای شما خدمت خواهد کرد. برای عبور کردن سرحد از مسکو با قزاقستان به یگان دشواری ما شما را میگذرانیم. ما برای شما به استراحت کار میکنیم و حتی اگر مهلت حجت‌های شما گذشته باشد هم باکی نیست، این رو نیز حل میکنیم. ما 13 سال تجربه کاری داریم و زیاده از 6 ماشین‌های خوب زمانوی در خدمت شما خواهد بود. تنها با ما باور کنید و ما با شما صادقانه خدمت خواهیم کرد. در فکر تویم هر شب همه روز جان و جگر این گل با شما همین گل گیره من که مخلصی اشدی یکی از چهره‌های مشهور کینو و تئاتر محپیکر یارو هستم. میخواهم درباره چند آوازه‌ای که شنیدم اطراف گردی نامش در جامعه پخش شده بود از شما کارمندان کانال شو ستاره ها درخواست نمایم که حقیقتش رو با ما پیشنهاد سازید. زیاد میخواهم آوازه چند روز قبل شنیدم رو به شما بگویم و حقیقتش رو از زبان شما و از زبان محپیکر عزیز بشنوم، ولی میترسم که هنرپیشه دوست داشتن محپیکر یارو و با شنیدن آوازه شنیدم به خشم اومده عصبی میگردد. طاقتم نماند و هرچی باد و باد گویان به شما کارمندان کانال شو ستاره ها مکتوب فرستادم تا بفهمم که در حقیقت محپیکر یارو و شوهری ترک کرده بود یا اینکه اوزری. همون گپایی که به آن دختر گفته ایستاده بودی؟ نه، تو مرا خطا فهمیدی. در اونجا یگان دختر نبود. من تنها تو را دوست می‌دارم. خودش چی گپ؟ وای شرمنده شدم. دختر لوباف نگفتم موریا. تا جای میدونم محپیکر صاحب 2 پسری برکمال است، ولی تا به حال ما مخلصانش سری کی بودن شوهرش رو برایمان روشن میدانیم. محپیکر عزیز در چندین برنامه‌اش اهمیت دادم شوهرش رو نمیگوید و کیست آن نفری که محپیکر ما رو در نیمه راه پرتافته و امروز او را دل سرد زندگی گردانیده است. بهتر است شما کارمندان کانال شو ستاره ها روی این همه آوازها حقیقت را میتوانید پیشنهادی ما سازید. ما بعد شنیدن مکتوبی تماشابین همیشه فعال کانال شو ستاره ها در حال از پی حقیقت جویی شدیم. در مورد آوازه همین را گفتن میخوام که محپیکر یارو و در یک مصاحبه آخرش که در کانال مهراب پرو برگزار گردیده بود با راوی رستم عظیمی اوید این سوال چنین گفته بود: فرقش چی به شما که شوهری من کی است؟ آخر به شما چی و کی بودنش چی اهمیت داشته باشد؟ من حیران میشوم. در پایان صحبت خانم محپیکر قائل میگردد که هنگام تحصیل در شهر مسکو با جوانی ترک شناس شده بود و با هم ازدواج نموده و حاصل زندگیشان 2 شوهر پسر گردیده است، ولی بنابر سبب‌های ناسازش و نافهمی‌های پی در پی آنها از همدیگر جدا گشتند. پس از این خانم محپیکر دیگر شوهر نکرده محبتی با شوهری ترک داشتنش را در دلش کشته است. این مصاحبه دلیل آوازه شنیده شما را اثبات می‌سازد. پس مخلصی عزیز، از این حقیقت شنیده شما به سوال خود باوری داریم پاسخ صحیح گرفته اید که عیناً نقل خود خانم محپیکر یارو چنین آمده است. خوشخبر برای همه مردم. دکتر تراپیف اکای حسین، برادر و شخصانی که از بیماری‌هایی که رنج میکشن و نمیدونن که چی خیلی به نزد دکتر بروند، ای حجتاشون تیار کردگی نیست، میتونن که با طرز آنلاینی کنسولتات بگیرن. شخصانی که در اکاترینبورگ زندگی میکنن میتونن که ای پیش رفته کنسولتات بگیرن. برادران گفتن که برای بیماری‌های معده، گرده، روده، بیماری‌های ستون موره، میون و دیگر بیماری‌ها هسته که در طرز آنلاینی با تلفن معلومات پرتون بده. رقمش در روی اکران هستگی، زنگ بزنین چی بیماری دارین، اولش خدا انشالله که برادرمون دکتری پروفسیونال دیگه انشالله سبب میشه که با درد شما
کمک رسانده بتونه. رقم‌ها بالای اکران دکتر حسین، دکتر تراپی، بهترین دکترای، حتما زنگ بزنید، اینو کلای بگو بزنید، ارزون скидка کرده میشه. وای جونم، این سوال که دل و جگر من خورد راستش. این سوال уже چندین مراتبه در چندین برنامه ها بود. وای نیست، خدا رحمت کند، آدمی نغز بود. آمین. جویشون جنت شود. من شوخی کردم. عذر زیاد آمین رو گرفتم. نه، اون زنده است، خدا عمرش دراز کند. ولی برای من مردگی است و این قصه خیلی دور و دراز بود. دانشجویی بود، در مسکو تحصیل میکردم. البته عشق و محبت و مهر پیدا شده بود. بعد یک مدت، البته سال 93 من به شوهر برآمدم، به همین مردی ترک. بله، و نیم ترک بود و نیم تاجیک. و همین خیلی شد که شوهر کردم، رفتم اشقاباد، در اونجا زندگی کردم. خب زندگیمون چند سال ادامه یافته بود زندگی شما؟ زندگی ما اگر گویم از سال 93 تا 99 و این زندگی سرشویش دویم خوب است. و میدونید یک چیز است که مردم ما نسبت ملت بیگانه خیلی خوب است، حرمت و احترام دارد. اما اونجا اینگونه نبود. اونجا نسبت مردمی توجیک نوابسته از آن است، تو توجیک هستی، قزاق هستی، قرقیز هستی، تو بیگانه هستی، اونها قبول ندارن. و خوشتومانی من نیز مرا نه اونقدر خوب قبول کرد و خب عذابم کشیدیم. از روی شوهرمون شده خانه فروختیم، ماشین رو فروختیم، به خانه و به در موندم. بخشیدم، همه رو بخشیدم. و تو حال میدونید، حتی بود یک مدتی که بعد از 15-20 سال پیدا شده بود، آمده بود با پسر کلانی هم گفت که بیا با من یک جای رویم. رد کردن، نگفتن، چون من که بزرگ کردم فرزندانم رو، من کلان کردم و بعد همین پیش کنده شد. از یک جهت همش نقص شد. با زخم دلش موند و خون نزدم. اون وقتا من وقتی که جوانتر بودم فکر میکردم، حاضر نه، حاضر عموما در یگان گوشه خیالم نیست.